تا کجا در سطح مثلا بازیگران داخلی خود اوکراینی ها همین آمادگی الکی مثلا احساس می شود برای بستن صلح؟ من فکر نکنم که مردم در این 3 سال جنگ خسته نشده باشند. قطعا مردم خسته شدند، قطعا همه علاقمندند که این مسئله حل بشه، ولی توافق مینسک، توافق صلح مینسک تا حالا که به اجرا گذاشته نشده به اون دلیل که قابلیت اجرایی نداره. این توافق زمانی که بسته شد وضعیت به قدری بحرانی بود که اوکراین به این شروط تحمیلی رو میشه اسمش گذاشت این تن داد، ولی الان اجرای این توافق کاملا با روحیه داخلی این تضاد داره و هیچ نیروی سیاسی هم نمیتونه مسئولیت اجرای این توافق را بر عهده بگیره. تا کجا به فکر شما مثلا حکومت پوراشنکو آماده است که با اون حکومت و نیرو و اون نیروی سیاسی که دارد همون پرزیدنت شود که در دوره وی جنگ شروع شد و مثلا با دوره وی تمام شود؟ من خودم این احتمال رو بسیار کم میدونم، به خصوص در این سالهای چند سالی که قبل از انتخابات، چون آقای پوراشنکو البته اعلام نکرده ولی قطعا برای دوره دوم ریاست جمهوری تلاش میکنه. بهترین استراتژی برای وی به درازا کشیدن این مسئله است و من فکر میکنم تا حالا این استراتژی نسبتاً جواب داده، چون روسیه تحت تحریم، اوکراین همچنان از حمایت غرب برخورداره و در داخل جنگ به نسبت این بحران فروکش کرده. یعنی تلفاتی که میدهند خب به نسبت 3 سال پیش کمتر شده و این وضعیت قابل امتداده. اما اگر از غرب فشار بیشتر بشه و از داخل هم فشار بیشتر بشه به ضررشه، زیرا قطعا بر محبوبیت اندکی که الان داره خب تاثیر منفی هم خواهد گذاشت. خب راجع به کیف صحبت کردیم کمی، اما راجع به شرق اونجایی که محل درگیری ها است، تو کدام اندازه در همین 3 سال اخیر آن نیروهایی که از آنها جدایی طلب رو به کرملین مینامند، تا کجا این نیروها یا این مردم و این سلاح بدستانه که پشتیبانی میشوند از جانب روسیه در این جنگ ها، آنها مثلا دیدگاهشان، موقعشان نسبت به مسکو تغییر یافت یا نیافت؟ ما راجع به یک مجموعه حرف میزنیم در صورتی که این تشکیل شده از اجزای خیلی کوچیک و ریز. اگر ما راجع به مردم عادی حرف میزنیم، مشخصا این 3 سال گذشته برایشون به شدت سخت بود، زیرا تمام زندگیشون از هم پاشید و توی 3 سال گذشته تمام زیر ساخت تخریب شده، هیچ سرمایه گذاری نمیشه، تمام بالاخره راه های ارتباطاتشون قطع شده و این 3 سال خیلی برایشون دشوار بود. کسانی این یک گروه دوم رهبرانشون از اینی که الان اوکراینی هستند و از داخل کشورند به شدت تحت تاثیر کرملینند و فقط یک شیپوری که اینا اون اراده کرملین رو میخوان بیان بکنن. یعنی ما برمیگردیم به اصلی ترین موضع مشکلمون، اینه که موضع روسیه درباره این بحران چیست. توی 3 سال گذشته از 3 سال پیش تا حالا مشخصا موضع اینام تغییر کرده. اگر قرار بود 3 سال پیش قرار بود یک پروژه به اسم روسیه نو در شرق اوکراین تشکیل بشه، این پروژه موفق نبوده و امروز اصلا حرفی ازش نمیاد. ولی روسیه هم در یک موضع ضعف قرار گرفته، زیرا پذیرش مسئولیت این بخش هم اقتصادی و به ویژه سیاسی این ترس رو داره و گران هم افتاد برای روسیه که تشدید تحریم ها دوباره یه مشکلات داخلی و فشار اقتصادی هم به دنبال خواهد داشت. و سال آینده هم انتخابات است. سال آینده انتخاباتشون تا حدودی فکر میکنم نتیجهش هم ما از الان میدونیم، ولی به هر حال اینا سعی میکنند این بحران رو بحرانی تر از قبل نکنند. اینه که من فکر میکنند قرار این بحران
به همون صورت نسبتاً خاموش ادامه بشه، مگر اینکه یک اتفاقی که ما هنوز نمیتونیم این را پیش بینی بکنیم، این اتفاق باعث تحولات اساسی بشه. بله. وگرنه به نظرم به نفع هر کس که این وضعیت فعلا در همین حالات بمونه. تشکر به شما. مهمانی برنامه های رادیوی آزادی انا رئیس که خبرنگاری رادیو فردا در شهر کیف بودند.